دیمیتری مدویدف در سخنرانی خویش در شورای امنیت به گزارش اکادمی خواجگی خلق روسیه اشاره کرد. پژوهشگران این پایگاه گزارش دادند که 40% مهاجران کاری که در قلمرو روسیه قرار دارند جایهای کاری خود را در دوره پاندمی از دست دادند و در شرایط سخت و ناگوار اقتصادی قرار دارند. با نظر داشته این وضعیت، سابق نخست وزیر روسیه پیشنهاد کرد که قاعده ورود مهاجران کاری به روسیه با نظر داشته تجربه کشورهای عربی تغییر داده شود. یعنی مهاجر کاری تنها در صورتی به روسیه راه داده شود که او پیشکی کاردهنده خود را یافته با او شرطنامه بسته است. در کشورهای عربی این مسئله راهی حل خود را یافته است. مسئولیت عملکرد مهاجر کاری بر دوش کاردهنده است که او را به کار گرفته است. این بسیار چاره قطعی است، اما به پندار من ما را ضرور است چنین امکانیت را نیز بررسی کنیم. کارشناسان میگویند برنامه‌ای که مدویدف از آن میگوید بار در روسیه راه اندازی شد اما موفق نبود. سال 2017 برای مثال میان روسیه و ازبکستان شرطنامه جلب متشکلانه مهاجران کاری به روسیه بسته شده بود. در دایره این برنامه کاردهنده از روسیه باید قبل از سفر مهاجر با او شرطنامه کاری امضا میکرد که گویا میبایست حقوقهای کاری مهاجران را حفظ کند. در عمل به گفته کارشناسان در 3 سال موجودیت این برنامه کمتر از 10,000 نفر به روسیه سفر کردند. طبق آمارهای رسمی همگی 2.5 و تا 3% جنایت‌هایی که در سال به وجود می‌آید مال مهاجران است. یعنی مهاجران همگی در یک سال حدود 2.5 یا 3% همین جنایت‌ها را خود مرتکب می‌شوند. بنابر همین گمان نکنم که این کار یعنی پیشنهاد مدویدف به خاطر پایین آوردن جنایتکاری در میان مهاجرین باشد. وادیم کاژنوف رهبر فدراسیون مهاجران کاری در روسیه با نظر داشته تجربه خود میگوید که در صورت تطبیق این تشبث مدویدف کاردهندگان بی انصاف و شرکت‌های تقلبی یک روزه میتوانند سوء استفاده کنند. طور او توضیح داد کاردهنده مهاجر را تنها در کاغذ به کار میگیرد اما در اصل آنها بیکار باقی میمانند و این وضعیت حالت مهاجران را باز هم بدتر میکند. به تاکید کاژنوف این پیشنهاد بیکاری مهاجران را حل نمیکند. گفته شد که کاردهندگان مهاجران را نظارت کنند، اما در روسیه محض کاردهندگان بیشتر مشکل ایجاد میکنند. حالتهای پرداخت نکردن معاش مهاجران، فریب دادن آنها خیلی زیاد است. مهاجران کار میکنند ولی آنها را فریب میدهند. در این وضعیت البته ما به ناظران کار و دادستانی مراجعت میکنیم، اما بسیار وقت پاسخ میگیریم که با چنین نشانی کارخانه وجود ندارد. کارشناسان مستقل میگویند اگر فشار و تعقیب مقامات انتظامی روسیه به مهاجران کاری شدت بگیرد و آنها به تاجیکستان برگردند، به وضع اجتماعی و اقتصادی کشور در آستانه انتخابات پرزیدنتی تأثیری بد میگذارد. حامیان حقوق میگویند که نگرانی ها از افزایش جنایتکاری در میان مهاجران در عهد پاندمی و بیکاری طور واقعیت نشان میدهد بی‌پایه هستند. در همان گزارش اکادمی خواجگی خلق روسیه که مدویدف روی آن اشاره کرده گفته می شود که برعکس انتظاری ها مهاجران زود به هم آمدند و به همدیاران خود و حتی ساکنان بومی روسیه که محتاج بودند در دوره کرانتین کمک رسانیدند.